واقع انفجار در شهر مزار شریف. سلام، به چینل ما خوش آمدید. پس از واقع دست کم 2 انفجار در کابل، منابع محلی در ولایت بلخ میگوید که صدای انفجار در ناحیه سوم شهر مزار شریف مرکز این ولایت شنیده شده است. به گفته منابع این انفجار امروز یکشنبه 9 اسد حوالی ساعت 6 عصر در منطقه لیلامی نزدیک روضه سخی رخ داده است. محمد آصف وزیری، سخنگوی فرمانده امنیه طالبان در ولایت بلخ، واقع این انفجار را تایید کرده و میگوید که انفجار ناشی از مین جاسازی شده در کراچی میوه بوده است. او افزوده که این انفجار تلفاتی در پی نداشته. این در حالی است که صبح امروز باشندگان پایتخت نیز از واقع دست کم 2 انفجار در وزیر اکبرخان و ده مزن کابل خبر داده. این بود خبر متخبر بعدی. خدا نگهدار.